27 ساله بود که یک هفته به تایلند رفت. فقط هم برای سکس رفت. قبل از آن اصلا هیچ تجربه‌ای نداشت. به تنهایی در کافه های بانکوک گشت و روزهای اول با 2 زن روسپی در ساعات مختلف روز هم بستر شد. وقتی برای نهار از اداره‌اش خارج شد تا قدم زنان به یک ساندویچی برود، ناگهان نفسش در سینه حبس شد. دکتری که او را تحت مراقبت داشت به سرطان ریه مشکوک شده بود. این سفر لعنتی حالا نه شانس عاشق شدن و رابطه عاطفی دارد و نه ازدواج و تشکیل خانواده. سلامتش هم با وجود دارو به مویی بند است. شرم و گناه هم امانش را بریده است. هم به ذهنش خطور نمی کرد که روزگارش اینطور سیاه شود. همه دیر فهمیده بودند مبتلا شدن چقدر آسان است. علائم ویروس خیلی زود در بدن اغلبشان ظاهر شده بود. یک تب معمولی با سردرد و اسهال. خیلی متاسف است. این نامه را نوشته است تا شاید سهم هر چند ناچیزی در جلوگیری از شیوع این مرض مهلک بین جوانان داشته باشد.